اگر کدام صحبت مرا رد میکنی، صدایم را، دلیلم را بیار و رد بکن. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران اهل توحید، بارک الله فیکم. خود شما خوب میدانید که امروز اهل بدعت سراپا خسته اند از قبوری ها، از اشاعره و ماتریدی، از خوارج و از جهمی ها، مدخلی ها و ضد اهل سنت و الجماعت مبارزه میبرند. این چنین از حزبی ها، از حزب های گوناگون با اهل سنت و الجماعت مبارزه میبرند، بحث میکنند و غیره. و البته ما طالب علمان اهل سنت و جماعت اونها را به یک بحثی علمی که با آداب و اخلاق باشد دعوت میکنیم. البته که نه همه وقت این بحث علمی به اون صورتی که ما میخواهیم به وجود میاد، زیرا که اونها یک متهمه های هستند که یعنی متهمی در درون بحث میکنند و ما مجبور میشیم که به اونها کمی بیان بکنیم. اما در آوان اخیر مدخلی ها که منهج اهل سنت و الجماعت را منهج خوارجی گفتند، حقیقت مدخلی ها را بیان کردیم و یکی از مدخلی های تاجیک را که محمد شریف عبدو علیم هست و برادر خردیش محمد طاهر هست، یعنی حقیقت حال اینها، حقیقت عقیده طاغوت پرستی اینها را بیان کردیم. اینها چه عقیده دارند؟ اینها عقیده دارند که این پریزیدنت ها و پادشاه های دموکراتی امروزه که هست، اینها ولی الامر هستند و هر کسی که به شرک واقع می شود این را اینها مسلمان می شمارند، تکفیر نمی کنند. یعنی عذری هستند، عذر المشرک، به مشرک عذر می دهند مطلق. و البته که در مسئله شرک تشریع اعتقاد ندارند، شرک تشریع را حتی شکننده نمی دانند و تحاکم و حکم و عموما این حاکم هایی که مطلقاً به حکم غیر الله حکم میکند، قانون میبرد، هر کاری حلال و حرام میکند، اینها رو ولی الامر میسپارند. و علما و طالب علمان اهل سنتی که این حاکم ها رو تکفیر میکنند، اینها رو خوارج میدانند. و حتی این محمد شریف عبدو علیم و برادرش چقدر علمای اهل سنت و الجماعت رو با سخنهای واضح و آشکار خوارج، جاهل، همچین سخنها گفته است. بالاخره ما وقتی که حقیقت اینها رو بیان میکنیم و این جهلای مدخلی را میخواهیم که در بالای موضوع صحبت بکنند و به سوی بحث علمی دعوت میکنیم، اونها از بالای موضوع بیرون میشوند، از این موضوع بیرون میشوند و میروند شخصیت یک طالب علم اهل سنت را میخواهند که به مردم تاریک سازند و مردم را از این طالب علم دور بکنند. و این دانید که تمامی مدخلی های این عالم همچین هستند. این مدخلی خواه عرب باشد، خواه فرانسوی باشد، خواه تاجیک باشد، خواه دیگر نمودی مدخلی باشد، مدخلی ها همیشه معاملهشون با مخالفت همین یک نمود است. شما در مدخلی تاجیک رو میبینید، این محمد شریف عبدو علیم و برادرش و یک چند نفر دیگر از مدخلی هایی که حالا بروی آب نبرآمده است و یعنی ترسیده میگردد. و خصلت این مدخلی ها رو نگاه کنید، قیاس بکنید به خصلت مدخلی های عرب یا که دیگر مدخلی ها، همهشون یک منهج دارند. هم منهجشون کذابی، دروغی، فریبگری، سخنبری و تعویل و تحریف کردن و بالاخره طعنه زدن یا که به رفتن موضوع رو به یک طرف موندن و یک حرف رو خطا کردی یا ترک کردی گفتن است. بله، البته محمد شریف عبدو علیم در حق بنده یک چند یعنی رولیکو رو آماده کرده است که گویا عربی خونده نتوانست یا که یک حرکت رو غلط کرد. ما همیشه میگیم که چیزی معروف است در بین طالب علمان اهل سنت و جماعت. امروز علمایی که در نزد دیگر علما میخونند
مثلا علما در قرائت یک حرف رو وقتی که اجتهاداً در وقت خوندن که کلمه های عربی به حرکت گذاشته شده است، کتاب هایی که ما میخوانیم به حرکت است، چی است؟ شاید خطا بکنند و علما به این چی میکنند؟ میفهمونند. و این چیز در نزد اهل سنت و جماعت معروف است که همچنین است. البته محمد شریف عبدالعلیم و برادرش اینها کتاب ها رو حرکت میگذارند، همین جایی که بحث میخواهند بکنند حرکتش گذاشته شده است. اینها کتاب های به حرکت رو اصلا خونده نمیتوانند. ما خیلی که اولو بیان میکنیم و امروز ما هم مجبور شدیم که به این مدخلی ها بیان بکنیم که شما حالتون از حالت کودکان مسلمان ها، از حالت کودکان اهل سنت و جماعت دیده بدتر است. شما قرآن رو لااقل با دو چشمتون دیده قرآن خونده نمیتونید، حرکت ها رو در قرآن دیگه میکنید و پیوست کرده حرکت های قرآن رو یا که حرف های قرآن رو، کلمه ها رو به هم دیگر نمیتونید. و این چنین یک چند گراماتیک شما رو ما بیان میکنیم و این یک حلقه است و حلقه آینده باز گراماتیک شما رو بیان میکنیم. و بالخصوص محمد شریف عبدالعلیم رو من نصیحت میکنم که سبحان الله، یعنی برود در نزد یگان استاد بشیند و تعلیم بگیرد. تعلیم بگیرد که این یعنی شرمنده شده است. اولا شروع میکنیم از سوره نحل. به سوره نحل واقعی که در قرآن ببینید در صفحه 281 قرآنی که در دست ما وجود دارد طبعی سعودی، به سوره نحل نظر میکنید به آیت 125. حالا میبینیم که محمد شریف عبدالعلیم چگونه ادعو الى سبیل ربک بالحکمة و موعظة حسنه. ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة. ادعو الى سبیل ربک بالحکمة و موعظة حسنه. ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة. الله المستعان. میگد کلمه اول رو ادعو میگد، واو رو در این کلمه اضافه کرد. این کلمه کلمه امر است. محمد شریف عبدالعلیم به نظرم نحو رو به نهایت زیاد خوندی و صرف رو فراموش کردی که صرف و نحو به همدیگر ناممکن است که به تو علم بدهد. ادعو این آیت این چنین شروع نشده است، بلکه ادعو. در اینجا این کلمه به صیغه امر آمده ایستاده است. یعنی الله سبحانه و تعالی به پیامبرش، تنها به خود پیامبرش امر کرده است که ادعو، ای محمد صلی الله علیه وسلم تو خودت دعوت بکن. ادعو یعنی دعوت بکن. این کلمه مفرد است، امری مفرد است که به یک پیامبر صلی الله علیه وسلم امر کرده است الله سبحانه و تعالی. اما وقتی که محمد شریف عبدالعلیم در اینجا تلاوت میکند میخواند میگد که ادعو، یعنی معناش چی شد؟ یعنی الله گفته است که به صیغه جمع دعوت بکنید. ببینید وقتی که یک انسان می آید و در بالای یک حرکت غلو میکند، اگر این به خاطر در حقیقت علم داشتنش باشد که خوب است، اما این به خاطر طعنه زدن، به خاطر فریب دادن مردم، به خاطر مذهبی باطلش رو پیش بردن باشد، نتیجهش همین است که لااقل آیت رو درست خونده نمیتواند. صیغه امر مفرد رو صیغه جمع میکند. الله در اینجا گفته است که ادعو، امر است به یک نفر، به محمد صلی الله علیه وسلم، اما محمد شریف عبدالعلیم در اینجا خونده است که ادعو، یعنی این امر الله یک به صیغه جمع اومده است در نزد محمد شریف عبدالعلیم. این خطاگی به نسبت بزرگ است و این از دلالت به جهالتش میکند، از جهالتش است. و این همون یعنی صفت اهل بدعت است که وقتی که به کسی رد زده ایستادن در زبان یک قاعده عربی خودشون اجرا نمیکنند. در همین سخن شاید ببینید در اینجا نصیحت دارد و در همین مقطعش در زبان عربی صحبت میکرد و این اون یکمین کلمه آیت خونده اش رو الله المستعان یک حرف رو زیاد و معنای
ببینید این کلمه رو دیگر از یک صیغه به صیغه دیگر تبدیل میتید. لیکن دومش رو نظر بکنید که چخیل میخواد. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت و موعظة حسنه. الى سبیل ربک بالحکمت و موعظة و موعظة حسنه میخواند. این باور بکنید من پیشنهاد میکنم به محمد شریف عبدالعلیم و به برادرش که روین به نزد یگان استادهایی که همونجا هست از مصر، در مصر هست، به نزد همون روید از قاعده بغدادی شروع بکنید، حرفهای شناختن و این چنین همون حرف لام را کی پیوست کرده می شود کی نمی شود آموزید. شما شرمنده کردید به این کارتون. طالب علم در این جوابهایت گفته بودی محمد شریف عبدالعلیم که تو از سال 2013 عالم هستی، علامه هستی، شیخ الاسلام و المسلمین هستی، دعوت میکنی. تو وقتی که دعوت مشغول بودی دیگرها همه در زیر استاد چرزانی نشسته بودند و اینو آن گفت. سالی که من میگفتم دموکراتیا این بوت زمان هست، تو آن سال طالب علم بودی و چارزانو زده پیش استادا درس میگرفتی. در امنیت کار کردن حرامه. سودیا پروکورور اگر که در اسلام خدمت کردن برید کار میتونید که در اسلام خدمت کنید دارم، اما حرام گفتید، اما سر کردید که دیگر در اونجا مونده است. مثلا مردمی که از اسلام بیخبر است بخونید اسلام و حقیقت بخونید برید ان شاء الله خدمت کنید دارم. آخر اگر از سال 2013 شیخ الاسلام و المسلمین باشی، نخود کلمه ادعو را ادعو بگویی و نخود کلمه والموعظة الحسنه را تو و موعظة حسنه بخونی. علم به دعوا کردن به وجود نمی آید. یک آدم جاهل هم حاضر میخزد میگد که من عالمم، همین توی چی نیستی میگد. علم این پیرو شدن به قرآن و سنت است با فهم سلفی اومد. علم بسیار خوندن نیست، علم حق را فهمیدن است. لیس العلم بکثرت الروایه انما العلم باتباع الكتاب و السنه. علم بسیار خوندن نیست، علم پیرو شدن از قرآن و سنت است. پیروی قرآن و سنت نداری و البته ما فهمیدیم که چرا تو پیروی قرآن و سنت نیستی، برای اینکه تو قرآن و سنت را خونده نمیتوانی. و موعظتی در اینجا حرف لام را محمد شریف عبدالعلیم ترک کرد. چرا ترک کرد؟ برای اینکه محمد شریف عبدالعلیم سوپر قرائت دارد. چی خیل خواهد قرائت میکند، گیجا رو خواهد ترک میکند و گیجا رو خواهد زیاد میکند و کی رو خواهد خطا کردی میگد و کی رو خواهد خطا کردی نمیگوید و چگونه که خواهد میخواند و فکر میکند که به همون یک کتابی بگیم اجرومیه تمام نحو رو فهمید. الحمدلله ما کتاب اجرومیه رو هم خوندیم، قطر الندى رو هم خوندیم، الفیت ابن مالک رو هم ازود کردیم خوندیم و ما به تو ان شاء الله گراماتیک زبان عربی رو هم یک روز نه یک روز تعلیمت میدیم. پس ول موعظتی این درست است، اما تو و موعظتی گفتی، لام رو ترک کردیم. محمد شریف یک حرکت رو دیگر نه، تو یک حرف رو ترک کردی. آیا به همین خلاص شدی؟ نه، دوامش رو ببین که چی میگی. حسنه و موعظتی حسنه. این قرائت رو کی قرائت کرده است؟ از همون 10 قرائت هست همین قرائت؟ نه، این قرائت جهلا هست، قرائت کسانی که خونده نمیتوانند، به حرکت رو خونده نمیتوانند. انا این است که در همین یک آیت سوره نحل آیت 125 یک حرف رو زیاد کرد که حرف واو است و 2 حرف رو ترک کرد که 2 حرف لام است. پیوست کردن نمیتواند، والموعظة گفتن نمیتواند. و در آیات های دیگر با میبینیم که در حقیقت محمد شریف عبدالعلیم پیوست کردن نمیتواند. وقتی که تنوین به حرف لا روبرو میشود یا که این کلمه‌ای که در اولش لام هست پیوست کرده نمیتواند. ما ان شاء الله امیدواریم که بعد از این محمد شریف عبدالعلیم به نهایت قرائتش خوب اهمیت میتید، قرائتش خوب اهمیت میتید. البته من نمیخواستم به این چیزها مشغول شوم، اما اینها وقتی که اولین ردشون شروع شد به گراماتیک ما اهمیت ندادیم. ما این آیات‌ها رو در اولین روزها شنیده، دونسته، فهمیده بودیم، اما ما اول به اونها جواب دادیم و بعد از این در آخر به شما بیان کرده شدیم که این علامه عصری که شما میگین ماشاءالله تبارک الله، این مدخلی، این یک جاهل است. استاد زبان عربی قرآن رو خونده نمیتواند. زبان عربی اولین وظیفه‌ش این است که قرآن رو باید خوب بخواند.
حالا نظر میکنیم به آیت دیگری که باز در همین سخنش در دوام سخن دویم آیت رو میارد. در دویم آیت باز یک کار عجایبی رو انجام میدهد. الله المستعان. ببینید سوره حجرات آیتی 6 رو نظر بکنید. قرآن رو کشید به نظرتون مونید نظر بکنید که این چگونه قرائت میکند. ما الان میگذاریم قرائتی سوپر قرائتی محمد شریف عبدالعلیم رو. إن جاءكم فاسق فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما الله المستعان. اول باید البته همچین است که یا ایها الذین آمنوا که دوامش رو میگد که این جاءکم فاسق فتبینوا میگد. بله شما دیده شدید که در اینجا کلمه رو به تمام حرکاتش پرتوفته برفت. این جاءکم فاسق فتبینوا، اگر در نماز این تلاوتش رو کنند نمازش باطل است، از پشت این اقتدا کرده نمیشد. اگر به نزد شما فاسق آید اول بیاموزیدش تبیین کنید حالتش رو، این خبر رو، حقیقت این خبر رو ببینید. لیکن خبر نیست در قرائت محمد شریف، خبر نیست. ببینید الله میگه این جاءکم فاسق بنبأ، اگر فاسق به نزد شما با خبر بیاید، یعنی یک فاسق به نزد شما خبر بیارد، فتبینوا، از حقیقت این خبر آگاهی پیدا بکنید، خبر رو آموزید، بفهمید، بیانش بکنید، تبیین بکنید. اما در قرائت محمد شریف چی است؟ اگر فاسق به نزد شما آید تبیین کنید، یعنی بنبأ نیست، کلمه نبأ نیست. برای چی؟ برای که محمد شریف سوپر قرائت دارد، عربی رو سوپر میخواند و فهمیدگی است که این کلمه شاید در کار نباشد، به این کلمه هم شاید معنی درست باشد، لیکن در نزد مسلمان ها، در نزد قرآن بگیم، در نزد اهل سنت و الجماعت این نادرست است. این بینات خطری بزرگ دارد که انسان کدام کلمه رو خواهد پرتاد و کدام کلمه رو خواهد بگیرد. با همین خطاگش تمام است یا که دوام میده؟ در این وقت باز دوام دارد. میگد که ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا، میگد ما در زبان عربی دو ح داریم، ح غفص و ح حتی بگیم، ح ملایم. ح این یک نمود ح مثل ح توجیکی و دومش ح غفص که عربی، فتصبحوا، ح فتصبحوا. اما محمد شریف عبدالعلیم با سوپر قرائتش در اینجا حرف ح رو ه میکند. پس کلمه چی میشود؟ فتصبحوا، هی آرام، هی ملایم. آیا در زبان عربی همچنین کلمه هست؟ فتصبحوا یا که بگیم تصبحوا؟ سبحان الله. آیا معنای این کلمه دیگر شد یا نشد؟ وقتی که هی رو ملایم کرد البته کلمه دیگر شد. فتصبحوا نه فتصبحوا، از نظری معنا دیگر شد. و محمد شریف عبدالعلیم در قرائت خوندنش در بسیار جای قرائتش قرائت توجیکی است. والله اعلم از همین توجیکستان یک از دستی کدام صوفی کمی تعلیم گرفته است و شاید دیگر تعلیم قرآن نگرفته باشد اصلا در مصر. خیر معروف است که از ازهر شریفی که خودشون اینو شریف میگن، ازهر شریف نیست لیکن اینو شریف میگن، از همون ازهری که طرف گرفته بود بله من در ازهر خوندم، گفت باز دروغ گفت، برای که در ازهر خوندگی نیست. چرا خوندگی نیست؟ یک دو سه ترم میخونن که نه پیش میکنند، اینقدر بهای دو میگیرد که پیشش میکنند. مدخلی ها همچنین هستن، یعنی فقط یا دروغ یا تهمت. پس دیدید که زبان عربی رو هم نمیدونست است. پس چرا اینقدر وایمه کرد که زبان عربی میدونیم؟ چرا شاگردش یک نفرش برآمد است وایمه کرده است که یگان طالب علم توجیک مثل محمد شریف عبدالعلیم عربی خونده نمیتواند قرائت برین در کلمه در زبان عربی نمیبرن، به محمد شریف نمیبراین.
این همین چند تا طالب علم هست در دعوت طالب علم میکنه برید نمیپروید فهمو اینا خیلی بدیلی پورتون میگم یگام تا طالب علم بده میبره گراماتیک را بخونه یگام تا ولی قد شیخ دکتر میگه یگام توش ولی ندیدم که برو اومده باشه وقتی که میگه خطا کرد نه برادرم در قرائت قرآن را که میگه خطا خوند غلط میکنه هم یه چیز را خوب درک کنه که انسانی که وقتی یه عباره را درست خوانده نتوند آیا لایق به بحث هسته نخود یگان توجیک این خیلی نباشد حالا ببینید خودش هم از همه توجیکا بدتر است طالب علمان اهل سنت و الجماعت توجیکا بینویت علما دارند لیکن شما بخبرید شما مدخلی ندیدید شما فکر کردید که این بیشه خالی هست شما فکر کردید که فقط شما هستید نه 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 شما و این استادانتان نمیتوانید ما میدونیم جماعت شما رو ای کسانی که قرآن خونده نمیتوانید ما میدونیم جماعت شما چگونه است از کجا به شما پول میاد چگونه زندگی میکنید و چرا شما در این مسائل صدای خود رو بلند میکنید مقصد شما چی است همش معروف است و شما غیر از اینکه به زبان عربی به ما طعنه زنید و اینچنین طعنه زده بدید به کدام جماعت نسبت داده بدید حالا که خود شما خوب میدونید محمد شریف عبدالعلیم و برادرش ما خبری دقیق و یقین داریم که شما و بسیار مردم شما رو همه طالب علمانی که در مصر هستن میدونند که حالت شما در سال 2014 15 16 چی بود و شما با پولی کی چی می‌خریدید و کی رو به کجا گسیل می‌کردید اینا خود شما خوب میدونید از همین جهت خاموش باشید که قصه شما رو نبراید و کسی نقل بکند که شما کیو چی هستید یعنی شما با وجود این منافق هم هستید که یک وقتی به یک جماعت میشید دیدید که اون جماعت شاید ضعیف باشد یک بار میگرید به دیگر جماعت هر جماعتی که منفعت به شما داد شما به همونو هستید اما ما طالب علمان اهل سنت و جماعت این خیلی نیستیم ما در منهج هستیم ما به منهج میرویم خو این راه وزنین یا سبک باشد و الله به دعا میکنیم که ما را ثابت قدم نگه دارد و حسن خاتمه را نصیب بکند اما شما که منهج ندارید منفعت شخصی خود رو نظر میکنید از سال 2014 15 16 پول هایی که در دست شما میستاد چیکار میکردید به کی تقسیم میکردید چه خیل بلیط میخریدید کی به کجا میرفت اینا همه میدونند الله خورتون بکند قرآن خوانی رو تعلیم بگیرید انا این بود یک شرمندگی دیگری شما الله المستعان در جای دیگر قرائت کرده است ببینید چگونه قرائت کرده است یقولون ما لا یفعلون یقولون ما لا یفعلون وأنهم يقولون ما لا يفعلون یقولون ما لا یفعلون در اینجا یک حرف واو رو ترک کرده برفت اولا این آیت اول دارد که ضمیر است و انهم لیکن در دوامش یقولون نه اینجا حرف واو دارد که ترک کردی محمد شریف عبدالعلیم یقولون این صیغه جمع است محمد شریف عبدالعلیم کلمه های جمع را از کلمه های مفرد جدا کرده نمیتواند چخیلی که شما دیدید در سوره نحل ادعو میگد کلمه مفرد را جمع میکند در اینجا کلمه جمع را مفرد میکند یقولون را یقولون این قرائت باور کنید نمیدونم در کدام زبان خیلی قرائت میکنن من یک چند برادرهای از کره و از خطای داشتم که در مدینه منوره همراه در یک صنف میخوندیم کمی قرائتشون از سبب زبانشون وزمی بودن یعنی خوب نمیبرمن لیکن از محمد شریف عبدالعلیم دیده خوبتر میخوندن یقولون خیر اگر ما خطا کرده باشیم یا گفته سوده باشیم مرحمت مدخلی ها نظر بکنید که همین یقولون هست یا که یقولون ما لا يفعلون ما لا يفعلون ما لا يفعلون نه ما لا يفعلون ما لا مد رو هم این رو هم ترک کرد اینجا رو هم ترک کرد معنای آیت رو دیگر میکند یقولون در اینجا ما گفتیم وقتی که جمع است میگویند لیکن این وقتی که کلمه رو دیگر کرد یقولون ما لا یفعلون
یقولون ما لا یفعلون. الله المستعان. البته این درست نیست، البته که درست نیست. این چنین آیتی بگویم دیگری رو خطا خونده. نظر میکنیم به سوره مائده آیت 50. سوره مائده آیت 50 رو محمد شریف عبدالعلیم چگونه قرائت میکند؟ بسم الله. میمونیم گوش بکنید. و قوله، و همچنین قول الله سبحانه و تعالی است که الله سبحانه و تعالی میگه که افحکم الجاهلیت یبغون. ببینید، افحکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. افحکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. افحکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. افحکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. اولا برادران و خواهران عزیز از اهل توحید، شما خوب بدونید که سبحانه و تعالی نه، یا که و تعالی نه، تعالی معنا دیگه شد. اینجا تعالی نه، حمزه نیست. اینجا محمد شریف عبدالعلیم حمزه نه، تعالی نه، تعالی، تعالی عین است. تو حالا صفت الله سبحانه و تعالی رو خونده نمیتونی. سبحانه و تعالی، 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 الله المستعان. عین رو حمزه میخوند. با میبرد که یک تا فتحه رو خطا کردی شاید گفته، حالا که خودش شاید نفهمده باشد. حرف رو دیگر میکند، حرف رو میپرتاید، کلمه رو میپرتاید. در دوامش میگوید که افحکم الجاهلیت یبغون میگد. البته که در اینجا الله در سوره مائده 50 چی گفته است؟ افحکم فتح است. ای کسی که میگویی که من از گراماتیک زبان عربی بینواد با خبر هستم، تمام جای به گراماتیک میخونم، اولا در همون ردیت نظر بکن که تو خودت به بولش خط کشیده خونده ایستادی، تو خونده نمیتوانی، به دو چشمت نظر کرده افحکم را افحکمو خوندی، دو بار گشته و برگشته. و بعد از این تو گراماتیک رو نمیدونی. اگر میدونستی 100 سال هم افحکم را افحکمو نمیخوندی، برای اون که معروف است در گراماتیک ما بیان میکنیم که این چی است. بار دیگر میمونیم موید رو که چی میخوند؟ و قوله، و همچنین قول الله سبحانه و تعالی است که الله سبحانه و تعالی میگه که افحکم الجاهلیت یبغون. ببینید، افحکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. الله المستعان. افحکم را، این کلمه را دو بار افحکم گفت، دو بار گشته و برگشته خوند. اگر یک بار میکرد شاید خطا بود، دو بار کرد، دو بار. شاید این از نظر گراماتیک دیده باشد که افحکم درست نیست، شاید افحکم خونده شد، برای اون که این همین خیلی است. من باوری دارم که محمد شریف عبدالعلیم همینجا گراماتیک که یگون قاعده برآورده افحکم رو افحکم کرده است، برای اون که این زبان عربی محمد شریف دیگر خیلی زبان است. عربی این سوپر عربی است که عرب ها اینا نمیدونن. قرآن هم سبحان الله موافق قاعده عربی محمد شریف عبدالعلیم راست آمده شده است. چرا؟ برای اون که محمد شریف عبدالعلیم غلو کرده گذشته و به قاعده های جدید خودش بافته، به قاعده های باطلش همچنین قاعده برآورده است. افحکم اولا میگیم فتحه، سونی جا نه، جا گفتگی قرائت در زبان عربی وجود ندارد. افحکم
جاهلیت یبغون. یعنی ببینید محمد شریف عبدالعلیم هم از نظری تجوید، هم از نظری معنا، هم از نظری گراماتیک، هم از نظری ترک کلمه، از همه جهت خطاگی دارد. تجوید رو هم خطا میکند. یک کودک مسلمانی که تجوید رو خوب میفهمد میدوند که محمد شریف عبدالعلیم سبحانه و تعالی و جاهلیه و دیگر از آیات هایی که تاجیکی میخواند، قرائت تاجیکیش معروف است که تجوید ندارد و این چین کلمه ها رو ترک میکند در قرآن و این چین حرف ها رو به قاعده های گراماتیکی خودش گفته دیگر میکند. افحکم رو افحکم، آ رو او رو آ و همچنین. و بعد از این کلمه هایی که در قرآن جمع اومده است مفرد میکند، به مانند بعضی یا که بگیم واو جمع رو ترک میکند یا واو فعل رو ترک میکند، یا که مفرد رو جمع میکند، ادعو رو ادعو میگد و بالاخره معنی رو هم دیگر میکند. هم در گراماتیک، نحو، اعراب و هم از معنا و هم از تلاوت و هم از تجوید، از همه جانب و بر زمین ترک میکند. کلمه را هم تو بالکل ترک میکند. در دوام آیات چی میگد؟ همین سوره مائده 5 میگد که و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. این قرائت رو نومش رو سوپر قرائت گفته میشد. برای اینکه حکما نظر بکنید کلمه حکما رو و کلمه لقوم رو، آیا یگون علامتی هست که اینجا بی استدو حکما بگید و لقوم بگید؟ نه، وجود ندارد. پس اگر اینجا ایستادم کمی پیش اومده حکما لقوم یوقنون باید بگید. حکما لقوم یوقنون. این نایستاده است. این یک خطاگی های بزرگی که یک طالب علم وقتی که میکند این یک شرمندگی است. آن روزی که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه، اون روز ما و شما و یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه، روزی که فرار میکند یک مرد، یک انسان از برادرش و از مادرش و پدرش. قرائت محمد شریف عبدالعلیم ببینید که چی میگه. و امی و ابی و امی و ابی، حرف ه رو پرتفته میبرود. شاید در ابی کمی حرف ه هست اما در اولش نیست. برای اون که بو میگیم سبحان الله کدام حرفی رو خود میپرتد و کدام حرفی رو خود زیاد میکند و چگونه خود قرائت میکند. و امیه و ابیه و امیه و ابیه و امی و ابی نه و امی گوید معنی باطل شد. از کی میگریزد؟ اعوذ بالله اعوذ بالله. باور بکنین باز زیاد است، لیکن به همین قدر اکتفا میکنیم و میرویم به یک کمی فهماندهی سوره بگویم سوره مائده. سوره مائده افحکم، همین کلمه حکم در کدام حالت سود است؟ شاید محمد شریف عبدالعلیم اینا یگون نمیدونم چی خیلی گراماتیک داده است. افحکم رو شاید فاعل گفته باشد، والله اعلم چی گفته باشد که افحکمو گفته دوبار رفت داد. باید به مردم بگه که چرا دوبار افحکمو گفت، با کدام قاعده؟ حالا که ما میدونیم که اعراب این کلمه حمزه برای استفهام است. استفهام چی؟ انکاری. کلمه افحکم حرف بگیم حرف این حمزه استفهامی انکاری است. وقتی که اومده است این رو حمزه استفهام انکاری میگن، یعنی حمزه سوالی است لیکن سوالی که انکاری است، استفهام انکاری میگن. این قاعده معروف است در نحو بگیم گراماتیک عربی. و بعد از این حرف ف که اومده است بعد از حرف حمزه حرف ف اومده است. حرف ف این رو میگن فای استئنافی است. میگن حکم، انا کن کلمه حکم میگیم.
کلمه حکم مفعول به میگن، مقدم منصوب عامله یبغون. الجاهلیه مضاف الیه مجرور، یبغون مضارع مرفوع. یعنی افحکم، چرا ما افحکم میخونیم؟ چرا فتحه میخونیم؟ برای اون که این مفعول به هست. محمد شریف عبدالعلیم سوپر عربیدان، سوپر قاری، شیخ الاسلامی که قرآن رو گشته و برگشته میخوند، افحکم رو مفعول به رو افحکم که مفعول به هست فتحه دارد، افحکم فتحه رو که مفعول به است افحکمو میخوند گشته و برگشته. آیا خطا کرده است؟ بله. دلالت به جهلش میکند؟ بله. اگر بگید که در قرآن شاید خطا کرده باشد 2 بار و 3 بار، لیکن ما میریم به گراماتیک شمولی، ولی حلقه و 1-2 حلقه دیگر به گراماتیک میریم. الله المستعان. پس این است که مفعول به رو جدا کرده نمیتواند. هر کسی که زبان عربی رو کمی میداند در حالت خوندن افحکم این میداند که اینجا مفعول به است، این زبانش نمیگردد که افحکمی بخواند 2 بار و 3 بار. اکنون بیایید به یک بار در همین حلقه من میخوام که یکی از سوپر خوندن زبان عربی گراماتیکش رو هم بیان بکنیم چگونه میخواند. در اینجا عجایب این است که اصلا این عربی رو در یک بگم تفصیلات سخن ابن عثیمین گفته است و یک رولی کرده است. در همین تفصیلات سخن ابن عثیمین آواز و صدای ابن عثیمین رو هم در آخر گذاشته است. قرائت ابن عثیمین یعنی خواندنش از قرائت ابن عثیمین است، لیکن در همین جا هم خطا کرده است. اینها به چیزی آماده شده اشون هم خطا میکنن. ما وقتی که درس میتیم کتاب های به حرکت رو خونده رفتن میگیریم، پیشکی حرکت گذاشته تئوری دیده نه، سخن های علما رو میخونیم. البته میدونیم که در بعضی جاش یک فتحه و یک ضمه بخور خطاش نشون کنه، لیکن معنا صحیح است. اما اینها قرائتشون معنا رو باطل میکند، قرائت عربیشون. ببینید الان میگذاریم. ثم هذه المسائل، پس میگه انا همین مسئله ها، لا یعنی اننا اذا کفرنا احدا ببینید ما چرا در اول سخن ابن عثیمین رو هم آوردیم؟ برای اونکه این مقاله از ابن عثیمین نوشته شده است، از ابن عثیمین نوشته شده است. یعنی ابن عثیمین به زبان میگویند و همین جوابی که ابن عثیمین به یک سوال میدهند، سخنهایی که ابن عثیمین میکنند نوشته میشود. همین مقاله نوشته شده رو محمد شریف عبدالعلیم مدخلی جهمی میخواند و این گمراه بعد از این باز سخن ابن عثیمین رو میماند، لیکن خطا میخواند. خطاش خطای بیناد غلیظ است، خطای بیناد فحش است. ما برای چی اول سخن ابن عثیمین رو آوردیم؟ ابن عثیمین در اینجا گفته است که ببینید یک بار دیگر ثم هذه المسائل، پس میگه انا همین مسئله ها، لا یعنی اننا اذا کفرنا احدا بان الله المستعان. الله المستعان عباره همچنین است. ثم هذه المسائل لا یعنی اننا اذا، ابن عثیمین میخواند کفرنا، حرف فاش شده دارد، یعنی کفرنا دو تفه، کفرنا احدا فانه یجب الخروج علیه، یجب. اما این چی میخواند؟ محمد شریف عبدالعلیم میخواند که ثم هذه المسائل لا یعنی اننا اذا کفرنا. کفرنا و کفرنا چی فرق دارد؟ این دو کلمه کفرنا به تشدید هم تو کفرنا چه خیلی که محمد شریف عبدالعلیم میخواند و کفرنا، کفرنا به تشدید. این دو فعل است، یکیش از بابی ثلاثی مجرد است، یکیش از بابی ثلاثی مزید است. ثلاثی مجرد این قرائت محمد شریف است. کفره، کفرنا متکلم،
متکلم صیغه جمعی متکلم است. یعنی کفرنا گفتن سخن معناش چی است؟ کافر شدیم ما، یک جماعت. متکلمی صیغه متکلمی جمع، کفرنا، کفرتو، کفرنا. کفرنا یعنی کافر شدیم ما، معنای این کلمه همین است. زیرا که این از فعلی صیغه بگیم از بابی ثلاثی است، در باب صرف ثلاثی مجرد است. کفر، فعل، کفر یکفر، فعل یفعل. و کفرنا از همین کفر است، کافر شدیم ما. کفر باشد کافر شد یک مرد، کفر نباشد کافر شدیم ما یک جماعتی. اما کفرنا از باب تماما از دیگر باب است، از بابی ثلاثی مزید است. از بابی بگویم فعل هست که کفره، این متعدی است، یعنی یک انسان دیگر انسان را تکفیر کرده است. کفره یعنی یک مرد یک دیگر انسان را تکفیر کرد. کفرنا یعنی ما تکفیر بکنیم. زمانی که ما تکفیر بکنیم گفتنی گپ است. ما خودمون کافر شویم نه، زمانی که ما خودمون کافر شویم نه، زمانی که ما تکفیر بکنیم، یعنی کافر شماریم، کافر بگوییم یک کسی دیگر رو. شیخ اینجا ابن عثیمین گفته است که یعنی این مسئله همین است که میگه لا یعنی اننا، یعنی معناش این نیست که زمانی که ما یک کسی رو کافر گفتیم یعنی تکفیر کردیم، کفرنا احدا یعنی یک کسی رو کافر گفتیم حتما خروج کردن به وی جایز است نمیگیم، بله این عقیده اهل سنت و الجماعت است، ما هم نمیگیم. یک تا حاکم ما وقتی که کافر یا و میگیم که مرتد مثلا مشرک، ما نمیگیم که خروج کردن واجب است، نمیگیم. البته ما میگیم که به قدرت نظر کرده میشد و این مذهب اهل سنت و الجماعت است. لیکن کفرنا فعلی ثلاثی مزید رو اومده کفرنا خوندن، فعلی ثلاثی مجرد خوندن، انا این شرمندگی و انا این باطل فهمی و انا این خلق قرائت های مدخلی و سبب میشد که اینها عقیده را اصلا خطا میفهمن، شریعت خطا میفهمن. یک بار دیگر میمونیم برای سوپر قرائت محمد شریف عبدالعلیم. ببینید ثم هذه المسائل، پس میگه انا همین مسئله ها، لا یعنی اننا اذا کفرنا احدا بان، انا ببینید یعنی با همین میفهمید که محمد شریف عبدالعلیم یک جاهل بیش نیست. ما چرا جاهل گفتیم؟ او طعنه است نه؟ ببینید چقدر جهالت دارد، هم در زبان عربی، هم در نحو، هم یعنی مفعول نمیفهمد که مفعول در کجا است، مفعول به جدا کرده نمیتواند، هم در صرف اصلی کلمه ثلاثی مجرد رو از ثلاثی مزید جدا کرده نمیتواند، هم در سبحان الله تجوید و هم در خیانت ترک کلمه و تغییر و هم در تاجیکی خوندن که تمام قرائتش تاجیکی است. الله هدایتش بکند. این بود یک قسم از بیان سوپر قرائت محمد شریف عبدالعلیم و سوپر قرائت عربیش و عربی دانیش و باذن الله اینها سخن کردن میگیرد. حالی ما همه رولیکای اونها گوش نکردیم، حالی همیشه یعنی تحقیق نکردیم، آهسته با عربی خوندگیش دیده میبریم، گراماتیکش ما بیان میکنیم. خودی من که خوب حالو ندیدم، یک چند برادرها خبر دادن که به نوعیت خطاگاهش زیاد است. حتی یک چند طالب علم اهل سنت و الجماعت حاضر والله علم شاید به او جواب هم بدهد در گراماتیک، به او منهج اهل سنت و الجماعت رو میخواند یک چند طالب علم اهل سنت بیان بکنن که منهج اهل سنت و الجماعت این است که وقتی که تو درباره شرک و کفر پرسیده شدی و متهم شدی بیا در همین باب صحبت بکن. توی طاغوت پرست مدخلی جهمی که مشرک را مشرک نمیگویی و مردم را فتوا میدی که روید لشکری طاغوت بشوید و یک طاغوت را
ولی الامر میدانی و علمای اهل سنت و الجماعت رو طعنه میزنی، عاقبت تو البته که بد است، چرا که گمراه هستی. شیخ سلیمان العلوان حفظه الله و فک و صرح میگد که همه اون کسانی که انتکاس کردند و گمراه شدند و از دین بیرون شدند، دیدم که میگن یکی از سببهاش همین بود که اونها در حق علمای اهل سنت و جماعت زبان درازی میکردند. بله، انسان هایی که زبان درازی در حق علمای اهل سنت و جماعت میکند، عاقبت اینها عقب گردی است. با همین این سخن رو به پایان میرسونیم و مختصرا میگیم که برادران و خواهران عزیز، روز به روز حقیقت مدخلی، جهالت اونها، تدلیس اونها، فریب اونها، نیرنگ های اونها، دروغگویی های اونها به شما آشکار شده ایستاده است. طاغوت پرستی اونها، دفاع از طاغوت اونها، دفاع از مشرکین و مشرک رو مسلمان خواندن اونها به شما فهموش شد و روز به روز فهموش ایستاده است. و ان شاء الله ما حلقه های مخصوصی رو در این مسئله حالا ان شاء الله آماده میکنیم و به شما بیان میکنیم. و بالخصوص محمد شریف عبدالعلیم و برادرش محمد طاهر و جماعتش که در همون مصر یک جماعت مدخلی است، به شما بیان گشت که اینها یک جهلا هستند، کوچه به کوچه گشتند. اینها شیخ، یک استاد، یک عالم اهل سنت و جماعت رو ندیده اند و در نزد او نشسته درس نخوندند. استاد اینها یگون تاجیک است، یا یگون اشعری و ماتریدی است، یا یگون مدخلی حزبی است. اینها استاد اهل سنت و جماعت ندیده اند. انا عاقبت کارشون همین است. بارک